انرژی خیلی خوبیه. مهیار حسابی جنجال به پا کرده و توی لایو دیشبش با جاوید مدعی شده که یلدا زمانی که توی برنامه بوده با علی از فصل 1 توی رابطه بوده و این موضوع سر و صدای زیادی به پا کرده که بریم با هم ببینیم چه خبره. بطن ورودی بچه‌ها که ما وارد شدیم، من از ایران اومده بودم، آقا جاوید از استانبول بود و 5 تا دخترها از استانبول بودن و از 5 تا دخترها جاوید 3 تاشون دوستشون بوده. آیدا پویان، روژان و آیدا پویان، روژان و یکی دیگه‌اش کی بوده؟ نه، یلدا به گفته خودش دوست 8 ساله ایشون بوده. از 100% ایشون میدونسته که توی رابطه است. جاوید تو با من بازی کردی اونجا. به علی قسم اگه من میدونستم. اینو من الان دارم بهت میگم، من به وقتش تمام این نامردی‌ها که در حقم شده رو جواب میدم. یلدا خانم وقتی که اومده توی اون ویلا با علی عشق ابدی قبلی توی رابطه بوده بچه‌ها. و من اسناد و مدارک دارم که یلدا با علی توی رابطه بوده و دیشب علی گردن گرفته. ما یه تایمی با یلدا بودیم، ولی من مدرک میارم براتون که اونا توی اون تایم با هم دیگه توی ارتباط بودن و رابطه‌شون با زهرای عشق ابدی که الکی ملت رو سر کار گذاشتن و گفتن که ما کاپلیم و خودشون رو برنده کردن و ملت رو گول زدن برای رسیدن به پول و جایزه. این اشتباه بوده. بریم واکنش یلدا رو ببینیم. بعضیا به خاطر رفتارهای زننده و گستاخیشون دارن هیت میگیرن و متاسفانه منفور شدن، دارن دست و پا میزنن که هر کاری بکنن که مثلا خودشونو سفید کنن. ولی چرا به دروغ، چرا به تهمت زدن به دیگران، چرا اینقدر حسادت؟ به خاطر اینکه فقط یه نفر احترامتون رو نگه داشته و الان مردم دوستش دارن؟ و چند دقیقه بعد یلدا با چشم گریون و ناراحتی این استوری رو منتشر میکنه و این رو احتمالاً خطاب به جاوید و حتی پای علی هم به این جنجال باز میشه. میگن یلدا اکست بوده. بازم میگم ما یه رابطه 1 ماهه تا 45 روز با این خانم داشتیم. خانم خیلی محترمیه یلدا و واقعا هم برای من زحمتایی کشیده توی استانبول، یه سری کستینگا. یلدا دختر خوبیه و من از همینجا میخوام که موفق باشه توی زندگیش و فکر نمی کنم پشت من جای بد گفته باشه. هی میایید میگید 2-3 تا استوری گذاشته. من راحت میذارم آدما رو، من راحت میذارم هر چی دوست دارن بگن. عشق، من اصلا کاری ندارم. اون دوست داره بدم بگه، این دوست داره بدم بگه، برای من مهم نیست. من نمیگم آقا، من کاری ندارم بیام بد این آقا اون خانومو بگم، این آقا رو بگم. ولی یلدا رو میشناسمش، میدونم آدم درستیه. خب یه سری کدورت‌ها مگه بین اون باشه به خودم اجازه نمیدم بیام بعدشو بگم. ولی مهیار جون، تو کی شلیک شدی؟ گوز کدوم کونی؟ تو مهر پاسپورتت هنوز خوش نشده چاقی میای راجع به من حرف میزنی؟ وا پشمک، من اونجا بودم توف میکردم رود غرق شی آخه. واقعا دارم جدی بهت میگم، تو سر و ته بزنن هیچ جوره به من نمیخوری. پس سعی نکن، اصلا سعی نکن بخوای عمم بری بالا. سر میخوری، واقعا سر میخوری عزیزم. جاوید هم ساکت نموند و توی یک استوری خطاب به یلدا بهش گفت که من هیچ وقت پشتت بد نگفتم و با همدیگه این تیکه از برنامه رو دوباره ببینیم. خودم دارم میگم، شما رو نمیدونم. من پارتنری ندارم تا الان، فقط در حد معاشرت هستیم، داریم همدیگه رو میشناسیم. ممکنه فردا بخوام کیس ایشون رو بشناسم. خب همونجوری که دیدیم مهیار ادعایی برای پارتنر بودن با یلدا نداشت و فقط در حد معاشرت بود. حالا الان چی شده که به این فکر افتاده که جاوید اونو بازی داده و بهش نگفته که یلدا با علی توی رابطه بوده؟ نظر شما چیه؟ مهیار برای سفید کردن خودش این حواشی رو درست کرده یا واقعا یلدا اون زمان با علی توی رابطه بوده؟